چرا پاسخ نامه هایم را نمی دهی؟ دلتنگ و پراندوهم. سلام هانیبال. از هانیبال گفتن آسون نیست. چیزی که برای من خیلی مهمه، هانیبال توی این سن انسان پویا، متفکر و هنوز که هنوزه هر روز به نقاشی فکر میکنه و هر روز نقاشی میکنه. کسی که میگه من نقاشم، دلم میخواد که خودش با نانوا مقایسه کنه. صبح زود بیاد تنور رو روشن کنه، سنگکی مثلا، بعد همه چیز رو آماده کنه، بعد اینا رو اینجوری بکنه و هی بکنه تو بزد از اونجا و بعد بکشه بیرون به مرغ. من همیشه گفتم که اگر یک نونوای خیلی خوبی تو یک محلی هست، باید بعد از 50 سال که این نونوایی کرده، سنگک خوب به همه داده، یه خونه‌ای بهش بدن یا یه مغازه بهتری بهش بدن، یه جایزه‌ای بهش بدن، یه چیزی. منم یه همچین نانوایی بودم تو نقاشی. هی سنگک در آوردم، بربری در آوردم، لواش در آوردم بیرون. منتها این لواشا و اینا همه رو نقش پر از نقش میکردم. هانیبال، زرد، سرخ، سبز، آبی. هانیبال، زرد، سرخ، سبز، آبی. هانیبال، بیا نقاشیاتو جمع کن، میخوام اتاقتو مرتب کنم. کودکی از قاب تابلو خارج میشود، عصا و عینکش را بر میدارد، از اتاق بیرون میرود. هانیبال، ادای پیرمردها رو در نیار. باد وارد می شود، رنگ ها را بر می دارد، می چرخد، می چرخد، می چرخد، می چرخد. زرد، سرخ، آبی، سبز، زرد، سرخ، آبی، سبز، زرد، سرخ، آبی، سبز. ناگهان رنگین کمانی از 1 تا 80 سالگی در آبی نیلی ظاهر می شود. کودک عصا و عینک را می اندازد، بر گرده رنگین کمان می دود. هانیبال، هانیبال، هانیبال. باریکلا، برید. هانیبال الخاص، هانیبال الخاص، یک کیک برید، دست بزنید. چیزی که برای من مهمترین بخش زندگی هانیباله، تفکر این انسان در جامعه‌ای هستش که یادمون رفته دیگه کی هستیم، چه ریشه‌ای داریم و آدم‌های اطرافمون چگونه دارن زندگی میکنن. این آدم همه اون آدم‌ها رو به یاد داره، هنوز ریشه‌های خودش رو حفظ کرده، هنوز ایران میاد با شوق و میاد که کارهاشو به نمایش بذاره، میاد که دوستانش رو ببینه، میاد که ایران رو ببینه. مثلا یه چیزی بگم، یادم رفت. همه اینا رو به تو تقدیم میکنیم. استاد نقاش. میخواستم بگم که یه عمر کافی نیست برای نقاش شدن، ولی میشه در یک عمر این عمر کوتاهی رو 2 عمر کرد، فقط با پشتکار و پرکاری.
مثلا من الان خودم فکر میکنم 20,000 تا کار کردم، از رنگ روغن گرفته، از تابلوهای بلند و دراز، افسانه ها تا کارهای کوچولو کوچولو. بعد یکی از چیزهایی که مثلا زیبایی نقاشی، من شبا اگه خوابم نبره قرص نمیخورم، میام چی کاغذی میگیرم و روش طراحی میکنم، 3-4 تا قشنگ در اومد یا خوابم میره. چی گفتی؟ بابا نمیگه آدم میگه الخاص بود پیر نبود. پیر نبود. پیر نیست دیگه هست. اما قرار نیست که دروغ بگیم. آره. الخاص بود و پیرم بود. پدرم میگفت همین بس، خداحافظ. هانیبال الخاص نقاش ایرانی درگذشت. آقای الخاص که در زمان مرگ 80 سال داشت، از نقاشان نوگرای ایران بود. مرد خستگی ناپذیر، زبان آرمیدن توست. سلام میکنم بر زمین که هماغوش توست، بر خاک که میعادگاه ماست. سلام هانیبال.